سلام رفیق، به راه پول خوش اومدی. ما با هم اینجا میخوایم اون دست نامرئی رو که یا آدم معمولی رو به یا آدم قدرتمند یا ثروتمند یا مشهور تبدیل میکنه کشف کنیم. ژن، تلاش، که کی میدونه، شاید هم شانس. امروز میخوام درباره شخصی صحبت کنم که دستمون رو گرفت و به دنیای پریان برد و رنگ زیباتری و به دنیای کودکیمون بخشید. آقای والت دیزنی. پدرش الیاس چارلز دیزنی ایرلندی تبار بوده که تو کانادا زندگی میکردن. 19 سالگی برای پیدا کردن طلا از کانادا به آمریکا میان که به جاش مامورای راهن مخشونو میزنن که 200 هکتار زمین بخرن. الیاس تو این زمین تلاش میکنه که به عنوان یه پرورش دهنده پرتقال زندگی کنه، اما خب با شکست روبرو میشه و شغل شریف کارگری رو انتخاب میکنه. الیاس با یه معلم گرامر تو مدرسه به نام فلورا کال ازدواج میکنه. حاصل این ازدواج 5 تا بچه بوده. 4مین بچه این خانواده 5 دسامبر 1901 تو شیکاگو به دنیا میاد. اسم این پسر خوشگلو میذارن والت. تو این مزرعه والت علاقش به نقاشی رو کشف میکنه و این علاقه زمانی به اوج خودش میرسه که برای کشیدن اسب یک پزشک بازنشسته موفق میشه ازش دستمزد دریافت کنه. با دریافت این دستمزد از این پزشک، شبکه سازی ذهن والت تو همون سن کم شکل میگیره و به این نتیجه میرسه که پول درآوردن فقط تو کارگری و کشاورزی خلاصه نمیشه و با نقاشی کشیدن هم احتمالش وجود داره که آدم بتونه به پول برسه. والت با کپی کردن جلد کارتونی یه روزنامه محلی که خانواده اشتراکشو گرفته بودن شروع به تمرین میکنه. مهارت نقاشی خودش رو با آبرنگ و مداد شمی هم افزایش میده. دنیای والت به 2 بخش تقسیم شده بود: نقاشی کشیدن و تماشای قطاری که از روی ریل راه آهن نزدیک خونه‌شون هر روز عبور میکرد. اما با شروع مدارس و آشنایی والت با والتر فایفر که از خانواده طرفدار تئاتر اومده بود، دنیاش گسترده تر میشه و با دنیای وودویل و فیلم‌های سینمایی آشنا میشه. یه توضیح کوچیک بدم. دنیای وودویل شامل نمایشی با ترکیبی از شعر و باله بود. دیزنی و برادرش هر روز 4 صبح بیدار میشدن و روزنامه تایمز رو قبل از مدرسه و همطور یه روزنامه دیگر رو بعد از مدرسه پخش کنن. این برنامه انقدر برای یه بچه خسته کننده بود که والت عموماً سر کلاس خوابش میبرد و نمره‌های خیلی پایینی رو دریافت میکرد. اما با این حال اون این کار رو برای 6 سال ادامه داد، چرا که برای پرورش چیزی که بهش علاقه داشت به پول نیاز داشت. اون تو دوره‌های شنبه تو مؤسسه هنری کانزاس سیتی شرکت کرد و همینطور یه دوره کاریکاتور هم گذروند. تو دبیرستان کاریکاتوریست روزنامه مدرسه شد و تصاویر میهن پرستانه‌ای رو درباره جنگ ترسیم میکرد. همزمان با تحصیل توی دبیرستان دوره‌های شبانه رو تو آکادمی هنرهای زیبای شیکاگو هم میگذرونه. تو اواسط 17 سالگی تلاش میکنه به ارتش آمریکا بپیونده تا با آلمانی‌ها بجنگه، اما خب چون سنش پایین بود رد میشه. والت دیزنی میبینه که اوضاع اینجوریه، شناسنامه‌ش رو برمی‌داره، تاریخ تولد خودش رو جعل میکنه و از این طریق
موفق میشه به عنوان راننده آمبولانس به صلیب سرخ بپیونده. از اونجایی که همه جا برای سامورایی اجرا کنه، والت توی جنگ هم دست از نقاشی کشیدن بر نمیداره و رو آمبولانس ها کاریکاتورهایی رو برای تزیین میکشه و بعضی از اونا رو هم تو روزنامه ارتش چاپ میکنه. مدتی به فرانسه میفرستنش و بعد از آتش بس دوباره به آمریکا برمیگرده. با برگشتش به خونه به عنوان یک شاگرد تو استودیوی هنری تجاری شروع به کار میکنه. جایی که تصاویر تجاری برای تبلیغات، برنامه‌های تئاتر و کاتالوگ‌ها رو میکشید. یک سال بعد تو سال 1920 این استودیوی تجاری به دلیل کاهش درآمد بعد از کریسمس والت دیزنی و آب آیرکس رو اخراج میکنه. این دوتا به صورت کوتاه مدت فعالیت خودشون رو با نام آیرکس دیزنی آغاز میکنن. اما خب نمیتونن مشتری زیادی رو جذب کنن. در نتیجه دیزنی به طور موقت برای کسب درآمد میره توی شرکت تبلیغاتی کار میکنه و یه ماه بعدم آیرکس کلاً در شرکتشون رو میبنده و به دیزنی ملحق میشه. این شرکت برای کارش از تکنیک کات اوت انیمیشن استفاده میکنه و دیزنی رو با دنیای انیمیشن ها آشنا میکنه. اما خب هنوز والت کارتونایی مثل متنجف رو ترجیح میداد. یه کتاب انیمیشن قرض میکنه و با یه دوربین پا میشه میره خونه و آزمایشش رو شروع میکنه. بعد از چند تا پروژه به این نتیجه میرسه که انیمیشن سلولی امیدوار کننده تر از روش برشه. فرداش میره شرکت و با رئیس شرکت موضوع رو در میون میذاره. اما خب طرف رو نمیتونه قانع کنه که از این روش هم استفاده کنن و حداقل یه بار امتحانش کنن. در نتیجه تصمیم میگیره که دوباره با یکی از همکاراش تجارت جدید خودش رو شروع کنه. مشتری اصلیشون تئاتر محلی نیومن بود و کارتونای کوتاهی رو برای تبلیغات این تئاتر تولید میکردن. دیزنی شروع به مطالعه افسانه‌های پولتری میکنه و با مدرن سازی از این افسانه‌ها کارتونا رو برای تئاتر میسازه. تو 20 سالگی موفقیتش تو این زمینه به حدی میرسه که استودیو جدیدش رو تأسیس میکنه و انیماتورهای بیشتری رو استخدام میکنه. اما این کارتونای کوتاهی که والت برای تبلیغات میساخت درآمد کافی رو برای نگه داشتن شرکتش بهش نمیداد. به خاطر همین مسئله والت با ترکیبی از اکشن زنده و انیمیشن و بر اساس داستان آلیس در سرزمین عجایب اولین فیلم 12.5 دقیقه‌ای خودش رو تولید میکنه. اما این حلقه فیلم برای نجات استودیو خیلی دیر تکمیل میشه. در نتیجه والت برای بار دوم ورشکست میشه. تصور کن فقط 21 سالته و 2 بار ورشکست شدی و از اون طرف هم برادرت گوشه بیمارستان افتاده و داره با بیماری سل دست و پنجه نرم میکنه. والت به خاطر این مسائل با وجود اینکه نیویورک مرکز صنعت کارتون بود مجبور میشه بساطو جمع کنه و به لس آنجلس نقل مکان کنه. والت همچنان تو مسیر فروش فیلم آلیس در سرزمین عجایب داشت دست و پا میزد تا اینکه یه روز به این نتیجه میرسه شاید این راهش نیست و با دست‌های پشت پرده روبرو میشه. یکی از این دست‌ها خانومی به نام مارگارت جی وینکلر بود. والت از شانسش زمان درستی به این خانم رسیده بود، چرا که داشت حقوق هر دو کارتونی که در دست داشت رو از دست میداد و به یک سری جدید نیاز داشت. با امضای قرارداد 6 فصله با خانم مارگارت، والت بالاخره برای اولین بار موفق میشه که کمر راست کنه و به کمک برادرش روی استودیو برادران دیزنی رو تشکیل میده که بعداً به شرکت والت دیزنی تبدیل میشه. با گسترش استودیو و جون گرفتن شرکت، والت دیزنی به انیماتورها و کارمندای بیشتر نیاز پیدا میکنه. در نتیجه شروع به جذب نیرو میکنه. طی پروسه استخدام نیرو، یه روز والت دیزنی یک دختر که تازه از دبیرستان فارغ التحصیل شده بود رو هم استخدام میکنه. این دختر که اسمش لیلیان بود اول به عنوان منشی والت
و بعدها به عنوان یکی از هنرمندان استودیوی والت دیزنی فعالیت خودش رو آغاز میکنه. والت و لیلیان بعد از 1-2 ماه همکاری شروع به علاقه‌مند شدن به همدیگه میکنن، تا حدی که تو همون سال تو زادگاه لیلیان یعنی آیداهو تو خونه برادرش ازدواج میکنن. لیلیان درباره این ازدواج گفته که اغلب این ازدواج شاد بوده. حاصل این ازدواج 2 دختر بسیار زیباست. من تو سایت‌های مختلف تحقیق کردم و نمیتونم بگم 100%، ولی 50% میگن فرزند دومو این خانواده اداپت کردن، ولی نمیشه گفت حتمی بوده، چرا که خانواده دیزنی دوست داشتن که اسرار خانواده پرایوت باقی بمونه و اگر افرادی خارج از خانواده این موضوع مطرح میکردن به شدت آزرده خاطر میشدن. دیزنی ها مراقب بودن تا حد امکان دخترانشون از انظار عمومی دور نگه داشته بشن و اقداماتی انجام دادن که دخترانش توسط مطبوعات عکس نگیرن. یکی از دلایل این مسئله اینه که تو اون بازه زمانی تو آمریکا بچه دزدی خیلی رواج پیدا کرده بود. از دیزنی ها میخواستن با ناشناس نگه داشتن دختران خودشون اونا رو از این اتفاق محفوظ نگه دارن. تو این لحظه دیزنی حالا هر اون چیزی که بهش علاقه من بود و توی دستاش داشت. بچه ها که شدیداً عاشقشون بود، همسرش، کاری که با علاقه و طبیعت خودش ادغام شده بود. فقط مونده بود یه چیز. زندگی توی شهر اونو از یکی از علایق خودش دور کرده بود و اون علاقه چیزی نبود جز قطار و راه آهن. در نتیجه تو حیاط پشتی خونه خودش یه راه آهن مینیاتوری میسازه که توسط مهندسین استودیوی دیزنی طراحی شده بودن. دیزنی اسم این راه آهن و قطار رو میذاره لیلیبل به افتخار همسر عزیزش. بعد از تولید انیمیشن آلیس در سرزمین عجایب، والت به شدت میخواست فرمت این انیمیشن رو تغییر بده و همینطور دوست داشت کاراکتری رو خلق کنه که مثل خودش سرحال، باهوش و همینطور مرتب و آراسته باشه. طی عبور از مسیری شامل درگیری با توزیع کننده ها، تهیه کننده ها و همینطور انیماتورها، اون به خلق شخصیتی به نام میکی موس میرسه که این نام رو هم همسرش لیلیان پیشنهاد کرد. میگن کالبد میکی موس احتمالاً از موش حیوانخونگی دیزنی که در حین کار تو استودیو نگهداریش رو پذیرفته بود الهام گرفته شده. صدای میکی رو تا سال 1947 خود والت اجرا کرد. در حقیقت آب ظاهر فیزیکی میکی رو طراحی کرد، اما والت روح خودش رو به این کاراکتر بخشید. با پیشرفت کار و مشاهده موفقیت این سریال، دیزنی افرادی رو هم برای نواختن موسیقی متن استخدام میکنه. اما همونطور که در جریانی زندگی بالا و پایین داره. دیزنی و برادرش به این نتیجه میرسن که سود کافی رو از کار دریافت نمیکنن. علاوه بر ترسیم ژست های میانی، ژست های کلیدی رو هم به دستیارا میسپارن و خودشون میرن یقه تهیه کننده و توزیع کننده کار رو میگیرن و ازش مبلغ بیشتری رو طلب میکنن. طرف میره زیرزیرکی آب یعنی دست راست دیزنی رو استخدام میکنه. با رفتن اون بقیه انیماتورها هم دلشون میلرزه و این کشتی رو در حال غرق شدن میبینن. تو اولین فرصت ازش میزنن بیرون. در نتیجه این اتفاقات دیزنی دچار یک فروپاشی عصبی میشه. مگه آخه یه آدم چند دفعه میتونه بخوره زمین و بلند شه و به روی خودش نیاره؟ دیزنی دست همسرش لیلیان رو میگیره و عازم یک تعطیلات طولانی به کوبا و سفر دریایی به پاناما میشه تا شاید بتونه روحیه از دست رفته خودش رو دوباره به دست بیاره. و این اتفاق هم میفته. وقتی از سفر برمیگرده با روحیه قوی با کلمبیا پیکچرز قرارداد میبنده و این امضا استارت واقعی موفقیت‌های تولیدات کمپانی دیزنی بود. فناوری‌های جدیدتری رو به کار میگیره و گل‌ها و درخت‌ها رو با 3 نوار تمام رنگی فیلم برداری میکنه.
همینطور که برای بهبود کارش تلاش میکنه روش‌ها و متدهای جدیدتری رو امتحان کنه، اولین جایزه اسکار خودش رو دریافت میکنه و همینطور جایزه افتخاری برای خلق میکی ماوس. سه خوده کوچکش عنوان موفق ترین انیمیشن کوتاه تمام دوران رو دریافت میکنن. والت دیزنی به این معتقد بود که گفتن داستان‌های هیجان انگیز اگر به اندازه انیمیشن ها اهمیت نداشته باشن، اهمیتشون کمتر نیست. در نتیجه شروع به کار روی بخش داستان جدا از انیماتورها کرد و به صورت جداگانه روی اون بخش سرمایه گذاری کرد و مدام دنبال یه راهی میگشت که از تولیدات خودش سود بیشتری رو به دست بیاره. یکی از این راه‌ها طولانی کردن مدت تولیداتش بود. با این هدف استودیو دیزنی تولید 4 ساله سفید برفی و 7 کوتوله رو آغاز میکنه. وقتی این خبر به بیرون درج میکنه، پیش بینی میشد که این پروژه باعث ورشکستگی دیزنی خواهد شد. کسایی که توی صنعت تولید کارتون دست داشتن به این پروژه لقب حماقت دیزنی رو دادن، چرا که 3 برابر بودجه معادل 1.5 میلیون دلار هزینه داشت. دیزنی برای اطمینان از واقعی بودن انیمیشن تا حد امکان انیماتورهای خودش رو به دوره‌های آموزشی هنری میفرستاد. اون حیوانات رو به استودیو می آورد و بازیگرانی رو استخدام میکرد تا انیماتورها بتونن حرکات واقع گرایانه ای رو خلق کنن. با کمک نقاشی‌های روی قطعات شیشه در فواصل مختلف از دوربین توهم عمق ایجاد میکرد و با جابجایی اونها حس عبور دوربین از صحنه رو ایجاد کرد. در نتیجه اولین انیمیشن بلند ساخته شده با رنگ و صدا تولید شد. با وجود اینکه کار سفید برفی تکمیل شده بود، دیزنی دستور میده که دوباره بعضی از صحنه ها رو ترسیم کنن تا از جلوه های جدید استفاده بشه. انتشار سفید برفی سینما رو ترکوند و موفق ترین فیلم سینمایی سال شد و 6.5 میلیون دلار فروش رفت. موفقیت کسب شده حاصل از انتشار فیلم سفید برفی باعث شد والت دیزنی برنده جایزه اسکار افتخاری دیگه‌ای شامل 1 اسکار در اندازه کامل و 7 مجسمه اسکار مینیاتوری بشه. بعد از سفید برفی پروژه پینوکیو کلید خورد، اما خب چون با شروع جنگ جهانی دوم همراه بود با شکست روبرو شد و متحمل ضرر شد و در پایان کار دیزنی به شدت بدهکار بود. بازتاب فشار روانی و مالی که والت دیزنی داشت تحمل میکرد رو میشد تو رفتار پرخاشگر و بی احساسش با کارکنانش کاملا دید. این رفتارها به حدی غیرقابل تحمل بود که منجر به اعتصاب انیماتورها میشد. یکی از این اعتصابها 5 هفته طول کشید و رابطه دیزنی با بعضی از کارکنانش برای همیشه تیره و تار شد. این اعتصابها انقدر استودیو دیزنی رو تحت تاثیر قرار داد که والت تو ظاهر هم که شده سعی کرد که نشون بده به اهمیت حقوق اونها پی برده و تلاش میکنه که از اونها حمایت کنه. والت دیزنی از شکست قبلی درس نمیگیره و دوباره تو دوران جنگ تولید بعدی خودش منتشر میکنه. این تولید هم منجر به شکست میشه و معادل 200,000 دلار به گیشه ضرر میزنه و دیزنی رو با بدهی 4 میلیون دلاری به بانک مواجه میکنه. اما خب رزومه قوی دیزنی اینجا به کمکش میاد تا حدی که رئیس و مؤسس بانک به مدیراش میگه بابا من کار این بشر رو دیدم، آروم بگیرید، باید بهشون زمان بدید تا محصولاتشون رو به بازار عرضه کنن. همین اتفاق هم میفته. محصول بعدیش لایو اکشن طبیعت بود که برنده اسکار میشه. 8 سال بعد سیندرلا با هزینه 2 میلیون دلاری ساخته میشه و برای کمپانی والت دیزنی 8 میلیون دلار درآمد کسب میکنه. از این نقطه به بعد والت دیزنی انقدر به انیماتورهای خودش اعتماد پیدا میکنه که دیگه توجه کمتری به انیمیشن میکنه
و بیشتر کارها رو به انیماتورهای کلیدی خودش واگذار میکنه و سعی میکنه تمام تمرکزش رو بخش داستان ماجرا بذاره، تا حدی که میگن حتی یکی از جلسات داستان رو هم از دست نمیداد و تو همشون حضور پیدا میکرد. اون وقت به دست اومده از تقسیم کار با انیماتورهای کلیدی خودش رو تو بخشای دیگه از زندگیش صرف کرد. مثلا تلاش میکرد وقت بیشتری رو با دخترای دوست داشتنیش بگذرونه. یه روز که اونا رو به پارک توی لس آنجلس برده بود، با خودش میگه کاش این پارک تمیز و دست نخورده بود. جایی که هم بچه‌ها و هم والدینشون میتونستن اونجا تفریح کنن. از پارک‌های دانمارک دیدن میکنه و تحت تاثیر اونها قرار میگیره. نتیجه اون گردش و اون ای کاش خرید یه قطعه بزرگ زمین در نزدیکی استودیوی دیزنی میشه. از بانک وام میگیره و سهامدارای دیگر هم میاره وسط. به طراح و مینیاتوراش هم میگه برید شهر بازی‌های مختلف رو ببینید تا متوجه بشید چه چیزی کار میکنه و چه مشکلاتی ممکنه وجود داشته باشه. دیزنی با ذوق بعضی چیزهای دلپذیر دیروز رو با خیالات و رویاهای فردا ترکیب کرد و در نهایت تو سال 1955 دیزنیلند رو افتتاح میکنه. دیزنیلند علاوه بر بازدید کننده های میلیونی که به خودش جذب کرد، یه چراغ رو تو ذهن دیزنی ها هم روشن کرد. روی به این نتیجه رسید این موفقیت رو مدیون تبلیغ تلویزیون هستن و گفت تلویزیون میتونه قدرتمندترین کمک فروش برای ما باشه. همین نتیجه گیری منجر به اولین برنامه تلویزیونی روزانه دیزنی ها یعنی The Mickey Mouse Club شد که به طور خاص برای کودکان تهیه می شد. به دلیل محبوب شدن آهنگ تولیدات دیزنی، شرکت تولید و توزیع رکورد خودشون رو هم تو این سال تشکیل میدن. والت دیزنی علاوه بر مسئولیت‌های شناخته شده خودش، مسئولیت‌هایی از قبیل مشاور نمایشگاه ملی آمریکا در مسکو، رئیس کمیته نمایش برای بازی‌های المپیک زمستانی، یکی از 12 سرمایه‌گذار در مرکز ورزشی سلبریتی و برای نمایشگاه جهانی نیویورک هم 4 نمایشگاه برگزار میکنه و علاوه بر اینها برنامه‌هایی رو برای پیست اسکی کالیفرنیا توسعه میده و مربی مشهور اسکی و طراح منطقه اسکی رو هم استخدام میکنه. خواست همیشه دیزنیلندش ویترینی برای نبوغ و تخیل آمریکایی‌ها باشه. دیزنی یک مرد خانواده و پدری عاشق بود و معمولاً علایق خانواده‌اش رو تو پروژه‌هاش ترکیب میکرد. اون باور داشت که اهمیتی نداره که ایده چقدر دور از ذهنه. قطعاً خلق اون با همکاری و اوپن مایند بودن انجام میپذیره. والت در خیریه‌های مختلف شرکت میکرد و به مؤسسات آموزشی و بیمارستان‌ها کمک‌های مالی میکرد. اوایل شروع کارش با موانع و عقبگردهای فاحشی روبرو شد، از جمله ورشکستگی تو اولین استودیوی انیمیشن خودش. این چالش‌ها انعطاف پذیری و همچنین عزم و اراده اون رو شکل داد. اگرچه پرشور بود، اما توی جمع دچار اضطراب میشد و از سخنرانی کردن توی جمع احساس خجالت میکرد. اون سعی میکرد با ایده هایی که تو اوقات فراغتش خلق میکنه در واقع خودش رو ابراز کنه. ایشون یک برنامه‌ریز وسواسی بود و تمام جزئیات پروژه ها و حتی رویدادهای شخصی خودش رو با دقت برنامه‌ریزی میکرد که طبیعت کمالگرای اون رو این کار منعکس میکنه. اون از استوری بوردهای دقیق برای تجسم ایده هاش مدت‌ها قبل از تولید استفاده میکرد. تا به حال بالای 60 انیمیشن از این کمپانی تولید شده که موفق ترین اونها از نظر فروش شیرشاه و همینطور کارتون فروزن که هر دو با مبلغی بالای 1 بیلیون دلار به فروش رفتند. و اما از نظر امتیاز و محبوبیت پرنسس های دیزنی و تم دیزنیلند موفق ترین تولیدات دیزنی هستند. والت دیزنی، مردی با شخصیت های متناقض. شخصیت عمومی والت دیزنی
با شخصیت واقعیش بسیار متفاوت بود. خیلی خجالتی، متفکر و خود تحقیر کننده بود و ناامنی خودش رو پشت هویت عمومی خودش پنهان میکرد. اون نقش سرمایه‌دار خجالتی رو بازی میکرد و خودش میگفت من والت دیزنی نیستم. من کارهای زیادی انجام میدم که والت دیزنی انجام نمیده. والت دیزنی سیگار نمیکشه، مشروب نمیخوره، اما خب من مینوشم و مصرف میکنم. شخصیتی غیر قابل دسترس، همزمان نه سرکوب شده و نه حمایت شده. نظراتش کاملا دو قطبی به نظر میاد و دیدگاهاش و آثارش و همینطور سبک و شیوه تولیدش در طول دهه‌ها بارها دچار تغییر شدن. بیوگرافی نویسش والت دیزنی رو توی بازه زمانی به عنوان یک فرد میهن پرست و کسی که عاشق فرهنگ آمریکاست شناسایی میکردن و تو بازه زمانی دیگه در مقابل خودشون شخصی رو میدیدن که اصلا تحمل آمریکا رو نداره. بعضیا اونو به عنوان کسی که به صورت بدبینانه فرمول‌های تجاری و فرهنگی رو دستکاری میکنه میشناسن و بعضی دیگه اونو دارای شخصیتی صاف، احساساتی و عاطفی میدونن. برخی اونو غیر سیاسی و حتی یک ساده لوح سیاسی میشناسن. از یه طرف اونو در حال ارائه خدمات خودش به نیروهای مسلح آمریکا پیدا میکنن. از یه طرف میگن ضد یهود بوده و طرفدار نازی. از یه طرف دیگه خب سوابق کمک‌های مرتبش به مؤسسات خیریه یهودی ها کاملا موجوده. اونو به نژاد پرستی متهم میکنن و میگن اظهارات تحقیرآمیز علیه سیاه‌پوستان ابراز کرده. با این حال با یه سیاه‌پوست که ستاره یکی از فیلماش بوده دوست صمیمی میشه و زمانی که این مرد در وضعیت نامناسبی بوده نه تنها از اون خانواده‌اش حمایت مالی میکنه بلکه برای دریافت جایزه اسکارش هم مبارزه میکنه. در نتیجه میشه گفت رفتار اون با مردم با هر کسی در خور خود اون شخص و همون موقعیت بوده و رفتار اونو میتونیم فقط یک نمونه ای از رفتارهای اون شناسایی کنیم و نباید به کل خلق و خوی اون نسبت بدیم. دیزنی در یک خانواده مسیحی به دنیا اومده و پرورش پیدا کرده و ارزش‌های جامعه مسیحی آمریکایی رو کاملا میشه توی کارهاش دید. شخصیت‌هایی که اون خلق کرده سالم، خونگرم، سرگرم کننده و با هنری بی‌نظیر و زیبایی تاثیرگذار ادغام شدن. دیزنی سعی میکرد که شخصیت انیمیشن‌هاش 3 آیتم زیبایی، بامزگی و شگفت‌انگیزی رو در بر داشته باشن. و در آخر باید بگم اگه میخوایم به شخصیت واقعی والت دیزنی دست پیدا کنیم به گفته اطرافیانش و انیماتوریستا و خانوادهش باید یه سری به کارتون میکی ماوس بزنیم، چرا که در حقیقت وقتی که داری به این کارتون نگاه میکنی داری به خود والت دیزنی نگاه میکنی. این شباهت به حدی بود که همسرش بعد از مرگش قادر نبود که این کارتون رو ببینه، چرا که به شدت اونو به یاد والت دیزنی مینداخت. دیزنی سالها سیگار میکشید و این مسئله به بیماریش دامن زد. اون بیماریش رو از همه مخفی نگه میداشت و با وجود دست و پنجه نرم کردن با بیماریش به کارش ادامه میداد. در نهایت در اثر عوارض ناشی از سرطان ریه درگذشت. در زمان مرگش یعنی در سال 1966 دارایی خالص والت دیزنی 5 میلیون دلار تخمین زده شد که با احتساب تورم امروز میشه یه چیزی معادل 45 میلیون دلار. ایشون ثروتش رو عمدتاً از حرفه موفقش در انیمیشن و تولید فیلم و همینطور توسعه پارک به دست آورد. و اما رمز موفقیت والت دیزنی، چیزی که من دریافت کردم این بود که ایشون برای پیشرفت کارش مدام به دنبال یادگیری و اجرای روش‌های جدید بود.
عمق این مسئله رو موقعی میشه درک کرد که شما یه پدر بزرگ مادر بزرگ توی خونه داشته باشید، چرا که تقریبا والت دیزنی هم نسل اوناست. شما نگاه کن، کمتر پدر بزرگ مادر بزرگی رو میتونی توی خونه ها پیدا کنی که به راحتی بتونه با کامپیوتر و یا با موبایلش کار کنه و هیچ مشکلی هم نداشته باشه. شما والت رو پدر بزرگی در نظر بگیرید که مدام در حال یادگیری روش‌ها و تکنیک‌های جدید و همینطور پیاده کردن اونها در مسیر فعالیت خودش بود. راستا به هر شکستی رو میشد تو رفتارهای بعدیش به صورت واضح مشاهده کرد. دوست صمیمی و همکارش بهش خیانت میکنه و از کمپانیش میره بیرون و وارد کمپانی دیگه میشه و والت دیوارهایی رو بین خودش و کارکنانش در نتیجه قرار میده و با اونها سرد میشه و از ایجاد صمیمیت خودش و اونها جلوگیری میکنه. به خاطر یک کوتاهی کوچیک شاید دچار ورشکستگی میشه و فروش کارتونش با شکست مواجه میشه. در نتیجه تو استودیوی بعدی که سرپا میکنه با ایدئالگرایی با چنگ و دندون سعی میکنه مانع از تکرار تجربه تلخی که داشته بشه. اینا نظرهای من بود. همین سوالو از هوش مصنوعی هم پرسیدم و نظر ایشون اینه که 1. داستان سرایی نوآورانه. 2. انیمیشن های با کیفیت. 3. خاطر انگیز بودن و به یاد ماندنی بودن. این انیمیشن ها با مخاطبا طنین انداز میشن و ارتباط عاطفی ایجاد میکنن. 4. موسیقی و صدا. موسیقی متن‌های جذاب. 5. جذابیت برای همه سنین، چون حاوی لایه‌هایی از طنز و معنا و شگفتی بودند که هم برای کودکان و هم برای بزرگسالان جذابند. 6. برندسازی و بازاریابی و کالاهای مؤثر مثل اسباب بازی‌ها و لباس‌ها و حتی پارک‌های مصنوعی. و 7. نوآوری و انطباق به طور مستمر در حال تکمیل بوده و از فناوری و روندهای جدید داستان سرایی و انیمیشن استقبال می‌کرده. ترکیب این عناصر به دیزنی کمک کرده تا جایگاه خودش رو به عنوان پیشرو در صنعت انیمیشن حفظ کنه. والت دیزنی عزیزم، نمیدونم کجای این کائنات قرار داری و یا صدای منو میشنوی یا نه، اما از سهم خودم دلم میخواد بگم به خاطر تک تک لحظات شاد و رنگی با ترکیبی از موسیقی های بسیار زیبا ازت ممنونم. روحت شاد.